وارد برنامه میشیم و روی گزینه کانفیگ کلیک میکنیم. تو این بخش روی گزینه مثبت در گوشه سمت راست بالا میزنیم و از این منو باز شده روی گزینه Add Manual Config کلیک میکنیم. بعد از اینکه روی این گزینه کلیک کردیم یک فهرست جدید برامون باز میشه که ما از بین این پروتکل ها روی پروتکل SSH میزنیم. توی این بخش یک سری فیلدها به ما نمایش داده میشه. این فیلدها رو باید نسبت به اطلاعاتی که بعد از خرید به ما نمایش داده شده پر کنیم. توی فیلد اول یک نام دلخواه وارد میکنید، فرقی نداره چه اسمی. توی فیلد دوم آدرس سروری که خریداری کردین رو وارد میکنین. بخش بعدی پورت رو وارد میکنیم که پورت ما بعد از خرید 22 هست. توی دوتا فیلد آخر یوزرنیم و پسورد رو وارد میکنیم. این یوزرنیم و پسورد باید طبق اطلاعاتی باشه که بعد از خرید به ما نمایش داده شده. فیلد آخر رو روی 7300 قرار میدیم و روی گزینه سیو کلیک میکنیم. توی این بخش SSH و اون آدرس سرور به ما نمایش داده شده، کافیه که انتخابش کنیم و حالا برنامه رو با حالت کانکت در بیاریم بیرون. به همین راحتی شما میتونید SSH رو توی V2Box وصل بشین.